سلام بچه ها، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و خفن. امروز اومدیم 3 دانستنی درباره ماینکرافت براتون بذاریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید. برو بریم بچه ها. هیچ میدونستین اگه یه دونه ردستون و بلوک ردستون رو بذارین و کله دراگون رو بذارین روش، دهنش باز و بسته میشه. خیلی باحاله، نگاه کنین. خب دانستنی بعدی بچه، هیچ میدونستین که رفتید تیبلتون رو هیچ فرقی نداره با چه چوبی درست کنین، همه چوباب میشه. دانستنی بعدی بچه ها، هیچ میدونستین اندرمن هایی که تو 3 دنیا هستن، یعنی اند و ندر و دنیای عادی، به هیچ کدوم از این دنیا تعلق ندارن. شاید فکر کنین ندر یا اند باشه، ولی به هیچ کدومشون تعلق ندارن و از دنیای خودشون تر شدن و به خاطر همین تو 3 دنیا هستن و ما همیشه فکر میکنیم که به دنیای دیگه تعلق دارن و به خاطر این کم حرف میزنن، چون با زبون ما آشنا نیستن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت بذارید و تا دانستنی های بعدی، خدا نگهدار.